سلام به همه دوستان عزیزم. خیلی خوش اومدیم به روز دوم چهله به سوی روشنایی. من موژان هستم و واقعا مفتخرم از این که یک شب دیگر رو کنار شماها میتونیم که احساسات خوب رو رد و بدل کنیم، میتونیم نور آگاهی رو بیاریم به وجود خودمون بتابونیم و بتونیم که در مسیر دگرگون شدن حال و احوال خودمون قدم برداریم. ازتون میخوام که 3 نفس عمیق رو با هم دیگه بگیریم و بتونیم آگاهیمون رو بیاریم توی لحظه اکنون، بتونیم اون چیزایی که لازمه رو دریافت کنیم، چون دریافت ها فقط در لحظه اکنون اتفاق میفته، نه در گذشته نه در آینده. لحظه حال و با کمک دم و بازدم هامون میخوایم آگاهیمون رو بیاریم توی لحظه حال. یک دم عمیق با هم دیگه میگیریم، بازدممون از دهان خارج میکنیم. دم عمیق، بازدم، دم عمیق، بازدم. خالی خالی خالی. تمام افکار و ذهنیتت رو خالی کن و اجازه بده که پیام هایی که لازم هست رو امشب دریافت کنی. روز اول چهله در مورد این صحبت کردیم که چرا ایران و سرزمین ما ایران چه ویژگی هایی داره. امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم که ما به عنوان کسایی که توی این سرزمین به دنیا اومدیم حامل چه ویژگی هایی هستیم، چه ژن هایی رو داریم، خونی که توی رگ های ما جاریه، چه پیام هایی رو واسه ما داره، چه ژن هایی هست که ما فراموششون کردیم در وجود ما هست، اما به خاطر مسائل، رنج ها و سختی هایی که توی قرن های متمادی از سر گذروندیم فراموششون کردیم. امروز میخوایم یه ذره به اینها بپردازیم و آگاهیشون رو بیاریم توی وجود خودمون که بتونیم در ادامه بریم به درون خودمون و شخم بزنیم، بتونیم سایه هامون رو که مانع شد در برابر این که ما بتونیم از اون قسمت های نورانی وجودمون استفاده بکنیم رو پیدا کنیم، درشون بیاریم و ازشون رها بشیم. عزیزان من، همونطور که گفتم سرزمین ایران قدمت خیلی زیادی داره و ژن هایی که ما داریم حمل میکنیم ژن های خاصی هست. آدم هایی که اومدن توی این سرزمین بسیار خاصن. ما یکی از قدیمی ترین پیغمبرهای بشر رو داریم توی سرزمینمون ایران. ما زرتشت بزرگ رو داریم که زمان ظهور زرتشت رو هنوز نتونستن دقیق تخمین بزنن. حتی برخی میگن تا 8000 سال قبل از میلاد مسیح بوده زرتشت توی ایران. شما ببینید قدمت آگاهی و بیداری توی سرزمین ما چقدر زیاد هست. چندین هزار سال قبل از میلاد مسیح زرتشت اومد به ما درس راستی و درستی رو داد، اومد ما رو آگاه کرد. گفتش که تو وجود هر کدوم از ما هم کژی و پلیدی هست، هم نیکی و خیر هست و ما انتخاب میکنیم، میتونیم انتخاب کنیم که کدوم رو در پیش میگیریم. و زرتشت مردم ایران زمین رو هزاران هزار سال پیش هدایتشون کرد و راهنماییشون کرد که راستی و درستی رو پیشه بکنن تحت هر شرایطی. زرتشت به ما گفت که گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک رو بیاریم توی زندگیامون، توی وجودمون،
بکاریم و بر اساس اون زندگی کنیم. یعنی هر کاری که میخوایم انجام بدیم، هر قدمی که میخوایم برداریم، باید چک کنیم ببینیم که بر اساس این 3 تا هست. آیا کلامی که دارم میگم کلام نیکه؟ آیا فکری که دارم میکنم و از سر میگذرونم پندار نیکه؟ آیا رفتاری که دارم، عمل کردی که دارم، عمل کرده نیکه؟ آیا انتخاب من چیه؟ آیا من دارم خشم و نفرت و کینه و انتقام جویی رو انتخاب میکنم؟ آیا من دارم عشق، گذشت، صداقت و راستی رو پیشه میکنم؟ یا آیا من دارم میرم به سمت فریبکاری چون فکر میکنم که این به نفع منه و من میام پشت فریب وای میستم چون فکر میکنم به نفع منه؟ دلم میخواد یه ذره نگاه کنیم به این که ما زرتشت بزرگ رو داریم. پشتوانه تک تک ما ایرانی هست. ما بزرگانی رو توی ایران داریم. ما پادشاهی رو توی ایران داشتیم به اسم کوروش بزرگ که زمانی که اومد و پادشاه جهان شد، زمانی که بالاترین قدرت رو داشت و بالاترین توانایی رو داشت، اومد گفتش که تمام ملت هایی که میان زیر پرچم من آزادن که دین خودشون رو انتخاب کنن و آزادن با عقیده خودشون زندگی بکنن. اون بیش از 2500 سال پیش. اینا رو دارم بهتون میگم بچه‌ها. میخوام بدونید که ژن اینها، تویی که تو ایران به دنیا اومدی، توی این خاک به دنیا اومدی، ژنش توی وجود توه. هر چقدر که سایه ها اومده جلوش رو گرفته، میخوایم نور بتابونیم به اون قسمتت و میخوایم اینجوری شفا بدیم خودمون رو. هدف من فقط از اینها اینه که شما آگاهی رو بیارید روی اون ژنی که تو وجودتونه و روش یک عالم گرد و خاک نشسته. میخوام گرد و خاک ها رو بزنی کنار و الماستو بیاری بیرون. خیلی بچه من میشنوم که ایرانی ها در جای مختلف دنیا، بعضی هاشون حتی میترسن بگن ما ایرانیم، فکر میکنن که بده اخه. حتی بعضی ها میگن که میرن تو کشورهای اروپایی، به جای اینکه بگن ایرانیان میگن ما اهل کشور دیگه هستیم. بعضی حتی این کارو میکنن به خاطر اینکه تصور میکنن وجهه ایرانی توی دنیا اومده پایین. ولی من میخوام به تو بگم تو با افتخار پس سرت رو بگیری بالا. من اصلا اعتقادی به نژاد پرستی ندارم. نمیخوام بگم نژادی برتره یا نژادی کمتره. فقط حرف من اینه اگر که به خاطر مسائل موجود عزت نفست اومده پایین، میخوام بدونی که تو خیلی خیلی ارزشمندی، خیلی بیشتر از اون چیزی که تا الان فکرشو میکردی. تو اشرف مخلوقاتی، تو قطعی از وجود خداوندی و تو الوهیت پروردگار توی وجودته و کنار اون تو یک ژنی داری که یه سری ویژگی‌های خاصی داره و تو امروز توی روزهای سیاه و تاریکی که توش قرار گرفتیم مسئولی که اون ژن‌های خاص نورانیت رو اکتیو بکنی، فعالشون بکنی. چرا که نه؟ تو قراره کمک بکنی که ایران ما بشه اون قطبی که کمک میکنه به بیداری و آگاهی کل جهان، صلح کل جهان. من اگه دارم کسایی که نماد صلح هستن، نماد عشق و آگاهی هستن رو مثال میزنم، نمیخوام که هیچ جبهه‌ای بگیرم، فقط میخوام بگم که اینها در وجود تو هست، اکتیوشون کن. زرتشت در وجود تو هست، کوروش در وجود تو هست. پادشاهی که اولین منشور حقوق بشر رو در کل تاریخ بشر نوشته و این در وجود توه.
و تو اول باید این عشق، این آگاهی و این آزادگی رو در قلب خودت پیدا کنی. نمیخوام الان بری بگردی ببینه کی شره کی خیره. برو اول تو وجود خودت ببین کجاها شره کجاها خیره. هر وقت تک تک ما آدما وجود خودمون رو پالایش کردیم، برایند انرژی های ماست که رقم میزنه چه چیزی قراره حاکمیت ما رو داشته باشه، چه چیزی قراره، چه شرایطی قراره برای زندگی ما فراهم بشه. تمام اساتید موفقیتی همیشه میگن خودش رو تغییر بده، دنیا عوض میشه، جهان عوض میشه. روی خودت کار کن، کاری نداشته باش که بیرون داره چه اتفاقی میفته. اگه بیرون شره، تو بیا درون خودت تخم خیر و نیکی و راستی رو بکار. آیا تو هم میخوای بری شر بشی؟ آیا تو هم میخوای بری دنبال خشم، انتقام، کینه، نفرت؟ چیزی که سرزمین ما رو توی قرنهای گذشته به تیرگی و تاریکی کشوند؟ یا آیا میخوای که تو جزو اون گروهی باشی که هر روز داره تو کشورمون تعدادشون بیشتر میشه، گروهی که به دنبال عشق، آگاهی، راستی و نیکی هستن؟ تو کدومو میخوای انتخاب بکنی عزیز من؟ فردوسی بزرگ خیلی قشنگ توی شاهنامه‌اش اومده استفاده کرده از کتیبه های موجود و آگاهی های بزرگی رو برای ما به میراث گذاشته که بتونیم به زبان ساده ازشون استفاده کنیم. در قالب داستان بچه‌ها، فردوسی همتون فکر کنم میدونین، یعنی حداقل اکثرتون میدونین که شاهنامه فردوسی بزرگترین و برترین اثر حماسی جهانه و زمانی فردوسی شاهنامه رو نوشته که ایران توی دورانهای سختی بوده. ایران اون آگاهی‌های برترش رو خیلیاش رو از دست داده بوده و اومد شخم زد فردوسی، اینا رو در آورد در قالب داستان برای ما بخشیش رو به میراث گذاشت. فردوسی بزرگ اومد به ما گفتش که همیشه نبرد هست بین خیر و شر، همیشه بوده و هست، چون جهان ما یک جهان دو قطبیه. و مثلا اومده توی داستانهاش گفته که فریدون نماد خیره، نماد راستیه، نماد نیکیه و ضحاک نماد شره و نبردی که بین اینها صورت میگیره و دائما نبرد بین خیر و شر هست. و اینکه اما یک مژده به ما داده، یه مژده بسیار بزرگ فردوسی به ما داده و اون اینه که در نهایت خیر و نیکی و راستی و درستی بر تمام پلیدی ها پیروز میشه و این آخر ماجراست عزیزان من. یعنی اگر که بر حسب شرایط و موقعیت ما بخوایم که بریم پلیدی رو انتخاب کنیم، باید بدونیم که در آخر محکوم به شکست خواهیم بود. پلیدی بچه ها منظورم این نیست لزوماً کارهای وحشتناک. پلیدی میتونه حتی این باشه که من خودم رو در نظر نگیرم، من به خودم ظلم کنم، من از خودم بیش از حد کار بکشم، من به وجود خودم عشق نورزم، من به خودم استراحت ندم، من اول از همه مسئول خودمم، من خودم رو دچار ترس و وحشت بکنم. بچه اینو براتون قرار خیلی باز بکنم، دونه دونه اینا رو واسهتون باز میکنم، اون قسمت سایه ها رو. ولی توی همه ادیان گفتن ترس برادر شیطانه. پس اگه میگم پلیدی فکر نکنی بگی خب من نیومدم یه دزدی میلیاردی بکنم پس من پلیدی.
نیست و هیچ مشکلی نیست. اگه دارم اینا رو میگم، دارم مثال میزنم، میخوام که این آگاهی ها کمکت بکنه توی چهله به سوی روشنایی و تو آخر این چهله یک الماس درخشانی رو ببینی که از زیر اون همه خاک و گل نورش داره به بیرون میتابه از وسط قلب تو. اونو میخوایم که بکشیمش بیرون. پس همراه من باش توی این چهله که با همه قلبم دارم باهات صحبت میکنم، درد و دل میکنم و اون آگاهی که قراره برای هممون باز بشه رو در موردش صحبت میکنم. برگردیم به داستانهای شاهنامه و نوید این که در نهایت مطمئن باش که خیر و نیکی بر شر پیروز خواهد شد. توی داستانهای فردوسی ما یک سری دیو وجود داشته که اینا نماد در واقع موجودات اهریمنی بودن، نماینده شر بودن که از طریق جادوی سیاه، از طریق حیله و فریب بخشایی از ایران زمین رو تحت تصرف خودشون درآورده بودن. و در برابر اینها یک سری قهرمانانی بودن که اینها مزداپرست بودن و اینها با کمک خداوند یکتا، پروردگار یکتا و با حمایت خداوند به پیش می رفتن. نماینده نیروهای خیر بودن، نماینده اهورامزدا بودن و اینها حرکت می کردن در جهت خیر و نیکی و راستی. مثلا داستان‌های رستم رو داریم که چجوری با هر کدوم از این دیوها روبرو میشه و اینجا میخوام بیام بگم که فردوسی همه اینا رو در قالب شاید یک تمثیلی آورده. ما هم میتونیم که اینها رو در قالب تمثیل امروز بیاریم توی زندگیمون. چه دیوهایی توی زندگی من هست؟ دیو ترس، دیو خشم، دیو ناامیدی، گمانه بد زدن. و تو میتونی با کمک نیروهای خیر درون خودت تمام اینها رو شکست بدی، همونطور که رستم توی نبردهاش این دیوها رو شکست میداد. تو اینها رو در درون خودت شکست بدی و تو این قدرت رو داری، در وجود تو هست این قدرت، کاملا در ژن توه، در قدرت توه، در نیروهای روحی توه که خداوند توی قلب تو گذاشته، در الوهیت درونی توه که میخوایم کمک بکنیم توی چهله به سوی روشنایی، توی این شبهای خاص و سرنوشت ساز سرزمین نازنین و بزرگمون ایران بتونیم که برای خودمون رقم بزنیم. یک فرصت عالی به ما داده شده که توی شب‌هایی که خیلی از ما شاید الان نشستیم توی خونه هامون و نمیتونیم بریم سر کار، هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم، خیلی هامون رفتیم خونه های اقواممون، گیر افتادیم، نمیتونیم بیایم بیرون، میترسیم وارد تهران شیم، یه سریمون تو تهران گیر افتادیم نمیتونیم خارج بشیم و این شب‌ها فرصتیه که ما ریشه بزنیم، به درون خودمون بریم، کمک بکنیم به خودمون و اجازه بدیم ایران ما که پر از دروازه های اصلی به بعد 5 هست روشن بشه و زودتر این اتفاق براش بیفته. چرا؟ چون فرزندان ایران روشن میشن، فرزندان ایران دارن مسیر راستی، درستی، نیکی و خیرخواهی رو پیش میگیرن به جای پلیدی، کژی. روزی که بیش از 2500 سال پیش کوروش بزرگ اومد و پرچم ایران رو زمین زد، گفت هر جا که پرچم ایران باشه مردمش آزاد و آباد و مردم قراره که آسایش داشته باشن. وقتی که کوروش بابل رو فتح کرد
خیلی جالبه که اولین چیزی که تاکید کرده و بهش رسیدگی کرده شخصاً این بوده که هیچ کدوم از لشکریانش حق ندارن کوچکترین آسیبی به مردم بابل برسونن و بلافاصله شرایط امن و آسایش رو واسه اون مردم فراهم کرد. نیومد بگه این چون عقیدش با هم فرق میکنه این بلا رو سرش بریم اون کار رو باش بکنی. نه، به هیچ عنوان بچه ها. و شما ببینید که کجاهاست که وقتی یه نفر با شما هم عقیده نیست جلوش وای میستین بهش ممکنه که ناسزا بگین. ببینید بیش از 2500 سال پیش در زمانه‌ای که واقعا بسیاری اقوام بدوی بودن و کاملا متحجر بودن، فقط قتل و غارت رو میشناختن، اصلا تمدنی نداشتن، کوروش اومده و یک سرزمین رو فتح کرده و گفته هیچ کدوم از لشکریانش اجازه ندارن کوچکترین آسیبی به حتی یک نفر برسونن و خودش مستقیما نظارت کرده روی این موضوع. و جدای از اون گفته هر نقطه‌ای که پرچم من اومد مردم آزادن توی انتخاب عقیدهشون و سبک زندگیشون، چه زن چه مرد، و تاکید کرده زن و مرد. خیلی مهمه بچه ها، دارم اینا رو بهتون میگم، میخوام بدونی که تو همین رو در وجودت داری. ببین کجا برداشتی اینو خاکش کردی، کجا روی این خاک کشیدی، گل کشیدی. امیدوارم که کسی سیمان نکشیده باشه روی این افکار پاک انسانی، افکار الهی میتونم بگم، چون خداوند از ما خواسته که ما به این شکل باشیم، خداوند از ما خواسته که اینجوری زندگی بکنیم و اینطوری باشیم. و باز دوباره برمیگردم به خودم. بچه‌ها من وقتی خودم دیگران رو قضاوت نمی کنم حال من بهتره، چون به محض اینکه من کسی رو قضاوت می کنم، به محض اینکه میخوام وارد کجی بشم، اتفاقی که میفته اینه که انرژی های من به هم میریزه و حال خودم بد میشه. پس اگر که گفته شده، تاکید شده از زمان باستان که این رفتارها رو در پیش بگیرین، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، دلیلی داشته. برای این بوده که از خودت محافظت چه، برای اینکه تو بتونی احساس سعادتمندی رو تجربه کنی. و تو فکر میکنی که آدمایی که رفتار اشتباه دارن سعادتمندن، چون واقعا نیستن از درون. اصلا اون آرامشی که تو فکر میکنی از درون ندارن. آرامش با پاک نیتی میاد. هر چیزی، هر رفتاری کارمای خودش رو داره. کسی که پلیدی رو در پیش میگیره، تو خبر نداری از دل اون که چجوری داره شبها رو به صبح میرسونه، چجوری میخوابه، چه روانی داره. تو خبر نداری که این مغزش داره چی میگذره. و همونطورم بچه ها، حتی اگه که بگی که من خیلی آدم مهربون و رئوفیم، اما من بیش از حد دلسوزم، همش دارم قش میکنم، حالم بده، چرا این بلاست، چرا اون اینجوری، چرا این هم دوباره داری از اون ور بوم میافتی. این یعنی تو اصلا ایمان نداری. این یعنی که تو اصلا اعتماد نداری. اینها نیکی، راه نیکی یعنی ایمان، یعنی اعتماد، یعنی توکل. این میشه راه نیکی. و زیبا بینی، زیبا اندیشی که توی روزهای بعدی میخوایم که بچه‌ها بریم یکی یکی شروع بکنیم این دیوهای درونمون رو شناسایی بکنیم. اول ببینیم که اینا کجان و چی هستن، چون اینان که اومدن پوشوندن روی اون قسمت‌های ویژگی‌های الهی درونی ما و اون ژن‌های خاصی که ما به ارث بردیم، چون ما تو ایران به دنیا اومدیم و این ژن‌ها تو وجود ما هست و
اینها کاملا به راحتی قابل اکتیو. فقط نور رو بتابونیم به اون قسمتی که اون کجی های وجودمون هست، دیو ترس، دیو ناامیدی، دیو خشم، دیو کینه، دیو انزجار، دیو انتقام گیری که سرزمین ما رو به نقطه اکنون رسونده که واقعا سیاهی موج میزنه. میخوایم که بچه‌ها دست به دست هم دیگه رها بشیم از این سیاهی‌ها. من ایمان دارم که سرزمین ما داره به سمت روشنایی میره. بازم تکرار میکنم برای چندمین بار که فقط ما میخوایم که این فرایند رو آسون‌تر کنیم و تسهیل کنیم و تسریعش کنیم، سرعتش رو ببریم بالاتر. این کار رو میخوایم انجام بدیم چون که این اتفاق داره میفته. عزیزای من، فقط ما داریم کمک میکنیم این نوره رو از قلب خودمون بیاریمش بیرون، بتابونیمش. مرسی که تا اینجای وایس با من همراه بودین. ممنونم که توی این شب‌هایی که شاید واقعا برای خیلی ها ترس و نگرانی و اضطراب زیادی رو به همراه آورده باشه، اجازه دادیم برای لحظاتی با همدیگه آگاهی رو و داستان‌های کهن ایران رو بیاریم بذاریم وسط، در مورد صحبت بکنیم و یه خورده حال و هوای خودمون رو عوض کنیم از این که الان چرا جنگه، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. بیایم بیرون بگیم این لحظه من زندم، این لحظه من دارم نفس میکشم. بچه ها ما حق نداریم وقتی این لحظه رو میتونیم نفس بکشیم بخوایم که به خودمون حال بد رو بدیم. تو الان تو این لحظه داری نفس میکشی، تو این لحظه بمبی هم نخورده رو سرمون. چرا داری ترس از آینده رو واسه خودت حمل میکنی؟ چرا افکارت توی گذشته است؟ و من به اینا خیلی میپردازم. این لحظه رو یک دم عمیق بگیر، نفس بکش با هم دیگه، تمام هوا رو وارد وجودت کن. اکسیژن مال توه و تو اگه این لحظه زنده ای وظیفه داری که به بهترین شکل ممکن زندگی کنی، چون خداوند تو رو شاد آفریده، خداوند تو رو آزاد آفریده و هر محدودیتی که هست محدودیت ذهنته. مرسی که امشب با من همراه بودین، کنار من بودین. توی شب‌های بعدی چله حتما ادامه چله رو دنبال کنید که قراره به قسمت‌های خیلی قشنگ با هم دیگه برسیم. دوستتون دارم و براتون آرامش رو میخوام. یادت نره که این وایس رو بفرستی برای هر ایرانی که میشناسی در جای جای جهان و این فایل ها رو به دستشون برسونین. نماسته.